امروز 6 اکتبر 2025 و اگه چیزی باشه که آمریکا و اسرائیل روشن کردن اینه که قرار دنبال جنگ بیپایان و نسل کشی‌های بیشتر برن. و بله، من اینو میگم حتی با اینکه ترامپ الان همینطوری طرح صلح برای فلسطینی‌ها ارائه کرده و ادعا میکنه که این طرح منجر به آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها از هر دو طرف میشه و به نوعی همه چی رو حل میکنه. اما ما که میدونیم واقعاً هیچی رو حل نمیکنه، برای مردم فلسطین هیچ فایده‌ای نداره. و در واقع این نگرانی رو ایجاد میکنه که آمریکا و اسرائیل دارن این کار رو میکنن تا بتونن برای حمله بعدیشون به ایران برنامه‌ریزی بیشتری کنن. اینکه دارن موقتاً صلح در غزه رو میپذیرن تا بتونن بیشتر روی نقشه هاشون برای مرحله بعدی جنگ علیه ایران تمرکز کنن. پس وضعیت تنش‌ها اطراف چطوره؟ توی هفته‌های آینده باید نگران چه چیزی باشیم؟ خب، ما قبلاً با یه مهمان ویژه رفتیم سراغ آخرین تحولات. پس بیاین به اون گفتگو گوش بدیم. حالا برای بحث سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران به جمع ما پیوسته. استاد مرندی، خیلی ممنون که وقت گذاشتید و به من پیوستید. خیلی ممنون که دعوتم کردی ریچل. خیلی خوشحالم که به برنامه اومدید. حالا میخوام نظر شما رو درباره آخرین وضعیت بدونم. میدونیم که الان دومین سالگرد حملات 7 اکتبر و کشتار و ویرانی که اسرائیل و آمریکا و متحدان غربیشون طی 2 سال گذشته در سراسر منطقه به بار آوردن واقعاً وحشتناک و گسترده بوده. الان هم ترامپ ادعا میکنه ناگهان آماده است برای صلح، در حالی که طرحش برای غزه عملاً کنترل اسرائیل رو بیشتر میکنه. پس وضعیت فعلی رو چطور میبینید؟ وضعیت آمریکا، غرب جمعی و مخصوصاً رژیم اسرائیل داره به وضوح رو به سقوط میره. دنیا علیه این رژیم و حامیاش برگشته. حتی توی خود آمریکا و غرب هم مردم علیه صهیونیسم موضع گرفتن و با وجود تمام تبلیغات، کنترل رسانه‌های اصلی و حتی سلطه صهیونیستا روی تیک تاک باز هم نتونستن جلوی خشم مردم از نسل کشی رو بگیرن. این دیگه جواب نمیده. ترامپ هم اینو فهمیده جایگاه خودش، جایگاه رژیم اسرائیل و کل غرب داره فرو میپاشه. برای همین میخواد طوری نشون بده که انگار داره تلاش میکنه آتش بس برقرار کنه. البته این طرح صلح در واقع یه پیشنهاد برای تسلیم، تحقیر و زندانی کردن همیشگی فلسطینیایی هست که اجازه میدن توی سرزمین خودشون بمونن. این کل نقشه است. پاسخ حماس و متحداش هم خیلی حساب شده است، چون اونا هم توی روند مذاکره نقش داشتن. هدفش اینه که آمریکا نتونه دروغ بگه و حماس رو متهم کنه به مخالفت با آتش بس، چون همه میدونن این یه دروغه. با این حال خیلیا شک دارن که این ماجرا به یه توقف بلند مدت در درگیری‌ها منجر بشه. طی 24 ساعت گذشته رژیم اسرائیل همچنان داره مخصوصاً بچه‌ها رو قتل عام میکنه. توی ساعتهای اخیر خیلی از بچه‌ها توی غزه کشته شدن و البته لبنان رو هم بمبارون کردن و یه زن و شوهر رو که داشتن میرفتن دنبال بچه‌هاشون از مدرسه کشتن. این اون صلحیه که رژیم اسرائیل میخواد، جنگ و کشتار همیشگی. ترامپ داره تلاش میکنه با این حرکت چهره خودش رو بهتر نشون بده و شاید فکر میکنه میتونه با ترسوندن مقاومت باعث تسلیمشون بشه. اما به نظر نمیاد این اتفاق بیفته. در واقع بیشتر یه نمایش برای بهتر کردن چهرشه، ولی اونم جواب نمیده. چون مردم از این همه کشتار خسته شدن و دیگه گول تبلیغات رو نمیخورن. میبینن اسرائیلیا دارن به آدما پول میدن، مثلا نفری $7,000 برای پخش تبلیغاتشون. و این باعث شده اوضاع بدتر هم بشه، چون توی خود آمریکا هم دارن به مردم نشون میدن که صهیونیسم داره توی سیاست داخلی و سبک زندگی آمریکایی‌ها دخالت میکنه.
ماجرا فقط گرفتن پول آمریکا برای نسل کشی نیست، بحث محدود کردن آزادی بیان و حق اعتراض مردم آمریکاست و اونم نه علیه دولت خودشون، بلکه علیه یه رژیم خارجی که داره یه فاجعه انسانی به بار میاره. این وضعیت فقط قرار بدتر هم بشه. بعضیا باور دارن ترامپ میخواد یه آتشبس موقت درست کنه تا اسرائیل دستش بازتر بشه برای شروع یه جنگ جدید علیه ایران. این یه احتماله و باید صبر کرد و دید چی میشه. ولی واضحه که رژیم‌های آمریکا و اسرائیل دارن خودشون رو برای یه جنگ دیگه آماده میکنن. نکته اینجاست که خود آمریکا بارها ادعا کرده، مخصوصاً ترامپ، که برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران رو نابود کرده. اگه اینطور باشه دیگه بهونه‌ای برای حمله مجدد ندارن، اما دارن خودشونو آماده میکنن و این نشون میده که هیچ وقت مسئله واقعاً برنامه هسته‌ای ایران نبوده. از سال 1996 نتانیاهو مدام گفته ایران تا ساخت سلاح هسته‌ای فقط چند سال، چند ماه یا حتی چند هفته فاصله داره. حالا نزدیک 30 ساله داره همین حرفو تکرار میکنه. اما حالا که خودشون میگن ایران برنامه هسته‌ای نداره، پس چرا دارن آماده جنگ میشن؟ جواب واضحه. ماجرا همیشه فلسطین بوده. ایران تنها کشوریه که توی این 50 سال گذشته کنار مردم فلسطین و مقاومت وایستاده. تمام تحریم‌ها، اتهام‌های حقوق بشری، ادعاهای مربوط به حقوق زنان و کودکان و آزادی همش پوششیه برای فشار آوردن به ایران به خاطر موضعش در حمایت از فلسطینه. آمریکا از حکومت‌های پادشاهی حمایت میکنه، اما ایران که مرتب انتخابات برگزار میکنه مدام مورد حمله قرار میگیره. همه چیز برمیگرده به حاکمیت ایران و مسئله فلسطین. آره، و به نظرم این واقعاً مهمه که اینو در نظر داشته باشیم، مخصوصاً وقتی شما هم به گفته‌های ترامپ اشاره میکنی، درسته؟ چون یادم میاد بعد از اون حملات که او انقدر با جسارت میومد میگفت ما اینو نابود کردیم، اونو نابود کردیم، برنامه هسته ایران دیگه مسئله‌ای نیست. من نشسته بودم و میگفتم باشه، ولی سازوکار قدرت در آمریکا باید یه راهی پیدا کنه که چیزی رو مسئله کنه، چون هنوز دست از جنگ با ایران بر نداشتن. مهم نیست منطقی باشه یا نه. آنچه مهمه همون فشار برای کنترل و نفوذه و همونطور که گفتی ایران همچنان محکم ایستاده. مردم ایران در برابر این حملات کنار هم جمع شدن. پس نگرانیت برای آینده چیه درباره اینکه آمریکا و اسرائیل ممکنه چه چیزهایی رو برنامه‌ریزی کنن؟ حتی اگر واضح نباشه، دیگه نمیتونن همون عملیات رو تکرار کنن. خیلی از فرصت‌هایی که سالها براش برنامه‌ریزی کرده بودن رو از دست دادن و حالا دارن میرن سراغ کار بعدی. نگرانیت اینه که اون چیز بعدی چی میتونه باشه؟ خب، به نظرم هر چی باشه خیلی کشنده خواهد بود. و چون دفعه قبل شکست خوردن با اینکه حمله برگاسا و غافلگیر کننده برای سرنگونی دولت بود، اما این بار ایرانی‌ها اینقدر ساده غافلگیر نمیشن. ایرانی‌ها میدونستن حمله‌ای خواهد شد، فقط فکر نمی‌کردن رژیم بره سراغ رهبری. این کار تو دنیای امروز معمولاً انجام نمیشه، ولی خب این یه اشتباه محاسباتی بزرگ از طرف ایرانی‌ها بود. رژیم اسرائیل هیچ خط قرمزی نداره. وقتی زن و بچه رو هدف میذارن و هر روز کشتار میکنن، رسانه ها 2 سال براش توجیه جور میکنن. برای این رژیم هیچ خط قرمزی وجود نداره. پس اون هم یه اشتباه محاسباتی بزرگ بود. اما فکر میکنم دفعه بعد کار براشون سخت‌تر میشه، چون ایرانی‌ها ساختار نظامیشون رو بازسازی کردن، ضعف‌هاشون رو دیدن و دارن روش کار میکنن تا اونها رو رفع کنن و نقاط قوتشون رو تقویت کنن. به هر حال رژیم اسرائیل از بهترین فناوری که در اختیارش بود استفاده کرد، از همه توانش بهره برد.
پس ایرانی‌ها چیزای زیادی درباره توانایی‌های هجومی و دفاعی رژیم یاد گرفتن، ولی در نهایت ایران تنهاست. ترکیه با ناتو هست، رژیم‌های خلیج فارس در اردوگاه آمریکان و ترکیه هم به رژیم اسرائیل کمک کرده. اینو تو سوریه دیدیم. می‌بینیم چطور نفت رو از جمهوری آذربایجان برای نتانیاهو منتقل می‌کنن. رژیم آذربایجان متحد نتانیاهوه. مناطق کردی عراق تحت نفوذ آمریکان و اونها اونجا نفوذ زیادی دارن. پس در واقع ایران مقابل غرب جمعی و نیابتی‌های منطقه‌ایشه، اردوگان، دیکتاتورهای خلیج فارس و غیره. اما ایران تو جنگ قبلی، جنگ 12 روزه، پیروز بیرون اومد. به یاد داریم استیو بنون که وقتی درباره سیاست و ارتش آمریکا حرف میزنه میدونه داره چی میگه. گفت که تو 3-4 روز آخر جنگ اسرائیلی‌ها حسابی ضربه خوردن و این ترامپ بود که نتانیاهو و رژیم اسرائیل رو نجات داد، چون ایرانی‌ها داشتن اونا رو میکوبیدند. پس فکر میکنم دفعه بعد وضع برای رژیم بدتر باشه. چرا؟ چون احتمالاً دوباره جنگ راه میندازن، چون نتانیاهو به جنگ نیاز داره، چون به بحران مداوم نیاز داره. نیاز داره که دائم بحران باشه تا بتونه قدرتش رو حفظ کنه. در نهایت نتانیاهو داره برای بقا و بقای خودش میجنگه. زیاد برای منافع رژیم نمیجنگه، بیشتر برای خودش. پس کارایی که میکنه به نفع رژیم اسرائیل نیست. رژیم تو چشم جهان بی‌اعتبار شده. دنیا صهیونیسم رو نامشروع و غیر اخلاقی میبینه. رژیم رو نسل کشیگر میدونه، مثل نازیها و رژیم‌های شرور دیگه میبیننش. این به نفع رژیم اسرائیل نیست. ولی نتانیاهو به همه این جنگ‌ها نیاز داشت. جنگ با لبنان، نسل کشی در غزه، جنگ با یمن، جنگ با ایران، تغییر رژیم در سوریه، همه اینها انجام شدن تا نخست وزیریش حفظ بشه و به دادگاه نره و بعدش زندان. آره. و همونطور که نتانیاهو داره خودش رو نجات میده، فکر میکنم آمریکا هم الان تو وضعیتی قرار گرفته. این یه سوال دیگه است که مردم وقتی به آمریکا نگاه میکنن میگن باشه، میفهمم چرا نتانیاهو به هرج و مرج و جنگ دائمی نیاز داره و چرا طرفدار نسل کشی است، چون میدونه همه اون دیوونه های راستگرا توی دولتش همراهیش میکنن. ولی بعد به آمریکا نگاه میکنن و میگن خب آمریکا از این چه نفعی میبره؟ چون الان باقی دنیا میدونن آمریکا توی این نسل کشی شریکه. میدونن هر گلوله‌ای که یه بچه رو توی غزه میکشه، آمریکا دست توی ماجرا داره و عملاً داره اجازهش رو میده. و آمریکا الان تو وضعیتی هست که میگه ما میتونیم از سوریه بیرون بریم، میتونیم ایران رو هدف قرار بدیم، داریم همه این ستونهای مهم دنیای چند قطبی رو هدف میگیریم، داریم به متحدان روسیه و چین ضربه میزنیم یا حداقل تلاشش رو میکنیم. پس وقتی تصویر بزرگتر رو میبینی و مخصوصاً وقتی برمیگرده به این نسل کشی ادامه دار و اینکه دنیا چطور بهش نگاه میکنه، به نظرت همین فقط 2 سال اخیر چه تأثیری روی نگاه دنیا به آمریکا گذاشته و واقعاً چقدر خطر ادامه سلطه آمریکا رو نشون میده؟ خب، اگه ببینی جلسه اخیر سازمان همکاری شانگهای چطور پیش رفت، میتونی بفهمی که بقیه دنیا از واشنگتن، ترامپ و البته رژیم اسرائیل و اروپایی‌ها دیگه حسابی خسته و کلافن. سازمان همکاری شانگهای قبلاً اساساً یه سازمان امنیتی بود، اما تو این اجلاس ناگهان داشت بیشتر شبیه بریکس میشد. به عبارت دیگه داشت تبدیل میشد به یه مجموعه جامع که به یک پارچگی اقتصادی، همکاری‌های فرهنگی، همکاری سیاسی و غیره میپرداخت و تبدیل به یه سکویی شد که کشورها بتونن در همه سطوح به هم نزدیکتر بشن. کشورهای مختلف آسیا بتونن به هم نزدیکتر بشن. و این نتیجه مستقیم رفتار آمریکا بود که داشت کشورها رو در سراسر جهان با جنگای چرک، تحریم، تهدید به جنگ یا تعرفه ها گوشه‌نشین می‌کرد. می‌بینیم که حالا آمریکا حتی هند و برزیل رو هم هدف گرفته. یعنی غرب دیگه هیچ حد و مرزی براش باقی نمونده. آمریکا و خود ترامپ نقش کاتالیزور رو بازی کردن تا کشورها به هم نزدیکتر بشن.
بنابراین آمریکا ایران و روسیه رو خیلی سریعتر به هم نزدیک کرد و رابطهشون سریعتر جلو رفت. همین قضیه بین روسیه و چین، ایران و چین و غیره هم صادقه. الان هند داره رابطش با چین و ایران رو دوباره بررسی میکنه. اینا همه به خاطر آمریکاست. با سلاحی کردن دلار، با استفاده از تعرفه ها به عنوان سلاح، با راه انداختن قتل عام، با درگیر شدن در چندین جنگ مثل اوکراین و نتونستن این جنگ ها رو تموم کنن، آمریکا باعث شد بقیه دنیا به این نتیجه برسن که باید برای محافظت از خودشون دور هم جمع بشن. بنابراین حرکت به سمت جهان چند قطبی خیلی سریعتر از قبل پیش اومده. طنز ماجرا اینه که ترامپ کشورها رو تهدید می‌کرد که سمت بریکس نرن و حالا سازمان همکاری شانگهای داره عملاً نسخه آسیایی بریکس میشه و آسیا هم قلب اقتصاد جهانیه. حالا اون داشت کشورها رو تهدید می‌کرد و می‌بینیم که حرکت به سمت چیزی که ترامپ ازش می‌ترسید سرعت گرفته، کار خودش بوده. آره، این یه یادآوریه برای اون همه کشور که تقریباً همون چیزیه که ترامپ بهشون هشدار میده. بعد اونا هم میگن باشه، باید بریم تو اون جهت. حالا حتی با اینکه داریم پیشروی دنیای چند قطبی رو میبینیم، درسته؟ میبینیم همه این کشورها دارن با هم کار میکنن. با این حال این موضوع ما رو دوباره میکشونه به سمت نگاه کردن به ایران و فلسطین و اینکه چطور تا حدی مجبور شدن خودشون رو تأمین کنن و اینکه آمریکا و اسرائیل چطور قراره به هدف گرفتن و حمله بهشون ادامه بدن. و میدونم برای فلسطینی‌ها به خصوص ترامپ خیلی شفاف گفته نقشش چیه، مگه نه؟ اون هیچ مشکلی نداره که برای نابودی کامل مردم فلسطین فشار بیاره و تلاش کنه اونا رو از زمینشون پاک کنه، حتی در حالی که مردم دارن میگن چرا ما تو این ماجرا دخالت داریم؟ نگرانی هاتون برای آینده چیه؟ مخصوصا حالا که به اون نقطه 2 سالگی رسیدیم که این مسئله کشی واقعاً شدت گرفت و وقتی نگاه میکنیم ببینیم آمریکا چه چیزهایی رو حاضره به اسرائیل اجازه بده و خودش چه کارهایی حاضر انجام بده تا بیشتر سعی کنه صدای مردم فلسطین رو خفه کنه. خب ریچل، تو که تو آمریکا زندگی میکنی. فکر میکنم آمریکا دیگه خط قرمزی نداره یا حداقل در خیلی جاها دیگه نداره. حتی تو خود آمریکا میبینیم که نیروهای مسلح آمریکا علیه اراده ایالت‌هایی که فرمانداراشون با ترامپ همسو نیستن استفاده میشن. از آزادی بیان و تجمع هم تو آمریکا داره خیلی سریع کاسته میشه. میبینیم که آمریکا داره قایق‌ها رو تو مدیترانه و کارایی بمباران میکنه و حالا ماهیگیرها از رفتن به دریا میترسن و این واضحاً فشار رو روی مردم کشورهای مختلف میاره. قیمت غذا رو بالا میبره. ولی آمریکا براش مهم نیست و احتمالاً شروع میکنه به بمباران ونزوئلا با انواع دروغ‌ها و رسانه هم ازش حمایت میکنه. حتی رسانه هایی که معمولاً با ترامپ مخالفن هم تهاجم رو توجیه میکنن چون اینطوری کار میکنه. وقتی رژیم اسرائیل حمله بیدلیل و جنگش رو علیه ایران اجرا کرد، دیدیم رسانه های لیبرال از جنگ حمایت کردند. CNN درباره سلولهای خفته تو آمریکا حرف زد. یعنی انگشت اتهام رو به سمت ایرانی تبارهای آمریکایی، شهروندان آمریکایی نشون دادن. خیلی هاشون تو آمریکا به دنیا اومده بودن و هیچ وقت ایران رو ندیده بودن. اما تلاش میکردن ترس بین آمریکایی‌ها ایجاد کنن تا از رژیم اسرائیل حمایت بشه. همون آدمای به اصطلاح بیداری که درباره جنسیت‌ها و پیش‌زمینه‌های قومی حرف میزنن، وقتی بحث اسرائیل میشه کاملاً آماده‌ان که ایرانی تبارهای آمریکایی رو هدف بگیرن، حتی اونایی که سیاسی هم نیستن و خیلیاشون همونطور که گفتم حتی فارسی هم بلد نیستن. هیچ وقت به ایران نرفتن اما حاضرن این کار رو بکنن تا به ارتش کمک کنن برای حمله صهیونیستی به ایران. همین چیز درباره ونزوئلا هم صدق میکنه.
و البته میبینیم رژیم اسرائیل میتونه قایق‌ها رو تو مدیترانه بمباران کنه، بعد صدها فعال رو تو آبهای بین المللی بگیره، ببره، هنوز تو آبهای بین المللی بودن و حتی اگر وارد آبهای غزه هم شده بودن، این رژیم هیچ حقی نداشت بهشون دست بزنه، چون طبق قطعنامه‌های شورای امنیت غزه و کرانه باختری اشغالیه و این اشغال غیرقانونیه. اما غرب هیچ کاری نمیکنه. رسانه‌های غربی هم واکنشی نشان نمیدن. BBC، ABC، CNN، اسکای نیوز، گاردین، نیویورک تایمز، برایتبارت فرقی نمیکنه به اصطلاح چپ باشن یا لیبرال یا راست. همشون در اختیارن و همشون یکی‌ان. شاید تو لحن یکمی فرق داشته باشن، اما از نظر سیاستی عملاً یکی‌ان. پس آمریکا دیگه نقاب‌ها رو برداشته. دیگه نقابی نیست. دوران استفاده از حقوق بشر و آزادی به عنوان پوششی برای ذبح مردم و حمله و نابود کردن کشورها تموم شده. حتی فکر نمی کنم بتونیم بگیم برگشتیم به اوایل قرن 20 یا 19 که به اسم مأموریت متمدن کردن قتل عام می کردن. فکر می کنم الان صرفاً زور محضه. برگشتن به زمانهای میان رویه تاریخ و فقط برای قدرت کشتار میکنن. این وضعیتیه که غرب الان داره. وقتی رژیم اسرائیل خواست به ایران حمله کنه، ناگهان آژانس بین المللی انرژی اتمی که تحت کنترل غرب درباره ایران دروغ گفت تا جنگ رو توجیه کنه. و وقتی رژیم به ایران حمله کرد، اتحادیه اروپا ازش حمایت کرد. صدر اعظم آلمان گفت اسرائیلی‌ها دارن کار کثیف ما را انجام میدن. وقتی شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، کشورهای غربی اروپایی ایران رو بابت حمله اسرائیل محکوم می‌کردند و می‌گفتند رژیم اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه و ایرانی‌ها نباید اوضاع رو تشدید کنن. این وضعیت، همه تظاهرها، همه جلوه تمدن، همشون الان دیگه از بین رفته. آره، خیلی جالبه که انگار آمریکا و اسرائیل توی یه موقعیت هستن که میگن آره دارن نسل کشی میکنن، آره ما داریم کشورهای مستقل رو بمباران میکنیم چون حالا دلمون خواست، میخوای چیکار کنی؟ انگار میخوان به دنیا نشون بدن که احساس میکنن غیر قابل متوقفن. آخرین چیزی که میخواستم بگم مربوط به وضعیت ایرانه، چون از طرف ایران هم خیلی واضح شنیدیم که هر بار تلافی کنیم دفعه به دفعه کار رو تشدید میکنیم. تو اولین تلافی همه چیز رو نمیکنن و با تمام تجهیزات مدرنشون اسرائیل رو از روی نقشه پاک نمیکنن. نه، قدم به قدم و حساب شده جواب میدن و هر بار شدت میبخشن. و مرتب هشدار میدن که به ما حمله نکنید چون جواب میدیم. خب تو چطور موقعیت ایران رو میبینی و فکر میکنی داره برای چی آماده میشه؟ چون به نظر میرسه حمله‌ای که ممکنه از سمت آمریکا و اسرائیل بیاد دیگه مسئله اگه نیست بلکه کی شده. میدونی ریچل، تو که تو رسانه رو بهتر از من میدونی. اما خب نزدیک 5 دهه است که غرب جمعی داره ایران رو شیطان نما میکنه. اونا از شاه حمایت کردن، از صدام در حملش به ایران حمایت کردن، سلاح شیمیایی بهش دادن تا استفاده کنه، اقتصاد ایران رو خفه کردن، از تروریستا حمایت کردن و تلاش کردن انقلاب‌های رنگی به راه بندازن. هر کاری تونستن کردن تا ایران رو تضعیف کنن. همونطور که گفتم، همش سر مسئله حاکمیت و استقلال بعد از انقلاب و حمایت ایران از مردم فلسطین و جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان بوده. اونا نمیتونن ایران رو تحمل کنن. اما این سیاه‌نمایی که 50 سال جواب داده بود، طی 2 سال اخیر فرو ریخته. اول از همه، اونا تصویر خودشون رو نابود کردن. کم کم تصویر ایران تو جهان بهتر شد، چون مردم دیدن همون ایران بدی که همیشه میگفتن کنار یمن تنها کشوریه که داره از مردم فلسطین حمایت میکنه و داره هزینه میده. بعضیها فقط حرف میزنن، حمایتشون شعاری و الکیه. مثلا حمایت ترکیه تحت اردوغان نمایشیه. ترکیه به آمریکا تو منطقه کمک میکنه، به رژیم صهیونیستی کمک میکنه، معامله میکنه، تجارت میکنه، نمایندگی داره، پس رسوا شده.
پایگاه‌های هوایی و نظامی که در منطقه هستن دارن علیه ایران استفاده میشن. همین پایگاه‌ها علیه یمن و سوریه هم به کار رفته. همینطور سایر رژیم‌های همپیمان با آمریکا. پایگاه‌های آمریکایی تو همه این کشورها علیه ایران به کار گرفته شدن. پس الان ایران برای همه به عنوان تنها کشوری دیده میشه که انگیزه اخلاقی داره. اونا هستن که دارن از مردم فلسطین دفاع میکنن که داره نابود میشه و اونا دارن هزینه میدن. در یمن و بقیه هم گروه‌های مقاومت هستن، اما ایران نقش کلیدی در این محور مقاومت داره که داره هزینه میده و شفافیت اخلاقی داره، در حالی که کشورهای دیگه دارن جنایت نسل کشی رو حمایت میکنن. پس مردم دیگه باور ندارن ایران همون کشور شیطانیه که غرب 50 سال تعریف کرده بود. چون چرا فقط این کشور شرور باید مقابل نسل کشی بایسته؟ چرا هیچ کشور دیگه‌ای که این منطقه تحت تحریم یا مقابله قرار نگرفته؟ چرا فقط جمهوری اسلامی ایران مورد خصومت قرار گرفته؟ مردم دارن به این چیزها پی میبرند، نه فقط تو منطقه بلکه فراتر از اون، تو آمریکای لاتین، تو خود آمریکای شمالی. نمیگم اکثریت تو آمریکا ناگهان طرفدار ایران شدن، ولی در بعضی جوامع تغییرات قوی دیده میشه. الان مردم دارن واقعیت جنگ کثیف در سوریه و دلیل مخالفت ایران با عملیات‌های سازمان سیا رو میبینن. دارن میفهمن چرا ایران میگفت رژیم‌هایی در منطقه دارن با استفاده از تفرقه افکنی فرقه‌ای در واقع عملیات سیا رو اجرا میکنن که به نفع جنبش صهیونیستی بوده. مردم الان همه این چیزها رو دارن میبینن. دنیا عوض شده و هرچند احتمال تقابل وجود داره و فکر میکنم برای منطقه و دنیا دردناک خواهد بود، ولی ایران پیروز بیرون میاد و نفوذ و جایگاه ایران در منطقه و جهان بیشتر تقویت میشه و آمریکا و همپیمانانش بیشتر مطرود خواهند شد. ترامپ که وانمود میکرد رئیس جمهور صلح، جنگ بعد از جنگ به راه میندازه و از نسل کشی حمایت میکنه. چند روز پیش به کسی گفتم ترامپ دوست داره جنگ دیگری توسط رژیم صهیونیستی علیه ایران شروع بشه تا وقتی تموم شد بتونه بگه من یه ابتکار صلح دیگه اجرا کردم. یعنی جنایت جنگی انجام بده و بعد وانمود کنه آتش بس نتیجه تلاش‌های خودش بوده. و امیدوارم واقعا نوبل صلح رو بهش بدن، چون صلح نوبل همیشه جایزه دروغین بوده. دلم میخواد این جایزه بالاخره برای حتی ساده ترین مردم دنیا هم رسوا بشه به خاطر بی‌ارزشیش. سالها این جایزه را به جنایتکاران جنگی، نخست وزیرهای اسرائیل و به افرادی دادن تا امپراتوری رو تقویت کنن. به نظرم اروپا دیگه اعتباری نداره. اما اگر صلح نوبل به ترامپ داده بشه، مرگ نهایی جایزه نوبل صلح خواهد بود و اون تعداد کمی از مردم که هنوز خوابن و حاضر نیستن چشماشون رو به واقعیت باز کنن هم بیدار میشن. آره. قطعاً. اگه مردم فراموش کردن که باراک اوباما جایزه صلح نوبل رو گرفت و بعدش غیرقانونی 7 تا کشور رو بمبارون کرد، شاید حالا لازمشون دونالد ترامپ باشه که الان داره همه این کشورها رو بمبارون میکنه و جنگ‌های نیابتی راه میاندازه تا وقتی ببیننش جایزه رو میگیره بالاخره بفهمن آهان شاید این هیچ چیز خاصی نباشه. منم با تو موافقم. یعنی 10 پروپاگاندا داره الان با موضعی که ایران همچنان ایستاده و حمایت از مردم فلسطین رو ادامه میده میشکنه. و وقتی مردم بیدار میشن و میفهمن صبر کن ببینم غرب داره از چی حمایت میکنه، این سوالیه که همه باید بپرسن. و همیشه ممنونم که وقت میذاری و میای تا اوضاع رو تحلیل کنی و ما رو از آخرین خبرها با خبر کنی. سید محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران، خیلی ممنون بابت وقت و دیدگاهتون. خیلی ممنون که منو دعوت کردید. باعث افتخاره. اگه هر چیزی تو این ویدیو به دلت نشست، حتما لایک کن، با دوستات به اشتراک بذار، کامنت بذار و مثل همیشه یادت نره سابسکرایب کنی. مثل همیشه از همتون خیلی ممنونم بابت همه حمایتاتون. میبینمتون در ویدیوی بعدی.